وقتی که طفل از بطن مادر به بیرون میبراید، اولین کاری که میکند این چی است؟ اولین کاری که طفل بعد از به دنیا آمدن میکند این همان است که او گریه میکند، یعنی که داد میزند، فریاد میزند. در حدیث آمده که گریه این کودک از همان خاطر است که، یعنی که همه ما و شما وقتی که از بطن مادر برآمدیم، چشم به این دنیا باز کردیم، از همان دم الکی شیطان آنجا ایستاده بود و شیطان این کودک را آزار میداد و میگفت که من دشمن تو هستم. و سبب گریه این کودک همان آزار، همان رنجی که شیطان به او میرسانید بود. و شما ببینید که وقتی که ما به دنیا آمدیم، شیطان ما را آنجا همراه ما بود و به این نگرید که در آخرین لحظه های عمر، پیش از آنی که ما از این دنیا را ترک کنیم و دنیای باقی برویم، آنجا نیز شیطان ما را انتظار است و آنجا نیز شیطان به نزد ما می آید و کوشش بران می کند که ما را گمراه بسازد. و این نه تنها هنگامی به دنیا آمدن و از دنیا رفتن ما، بلکه تمامی عمری که نمیدونم، شاید عمر هر یک نفر گوناگون است. شاید نفر 100 سال عمر بینه، نفر دیگر 30 سال، نفر 50 سال. و همین چند ساله که شما عمر دارید، از همان زمان تولد تا دم مرگ، تا آن دمی که جان شما از بدنتان میبراید، شیطان همراه شما است و هر یک لحظه و هر یک ثانیه از پی آن است که ما و شما را گمراه سازد. بعضا حالتهای می شود که انسان از سبب نافهمی خود، یعنی که نه همه ما همه چیزها رو میفهمیم و بعضا همین گونه هم می شود که شیطان ما را به سبب یک کاری خوبی کوچک از یک کاری خوبی کلان میماند. بعضا این گونه حالت ها هم می شود و از همین خاطر وقتی که به سر شما سوال آمد، سوال پیدا شد، یا اینکه یگان شبهه آیدی یگان مسئله پیدا شد، شما حتما به نفرانی که علم دارند مراجعت کنید. بعضا انسان از روی فهمش خود بعضی مسئله ها را حل کردنی می شود و می گوید که این طور درست است، این طور خطا است. لیکن بعضا حالت ها می شود که آن راهی که ما درست گفتیم و آن را انتخاب کردیم در اصل راه خطا، یعنی که باز اینجا دیگر راه های حل این مشکلی، حل این مسئله نیز بوده می توانند. و از همین خاطر باید که هنگام شبهه ها آمدن و سوال در یگان مسئله پیدا شدن، حتما باید که به نزد عالمان رفت و از آدمان بپرسید که در همین ساحه علم دارند. و باز یک نقطه را باید قید کرد که امروز اینترنت جا و مکان نیست که ما و شما از آنجا دین را بیاموزیم. یعنی که اینترنت جای آموختن دین نیست.
زیرا اینترنت این یک بحر است که هر نفر خواست می آید و در آنجا یک نقطه از سهم خیش می گذارد، یک قطره آب می گذارد، می رود و این در همین بحر با نام اینترنت سیر و گشت دارد این معلومات و درست یا نادرست بودن آن را ما و شما آدمانی که در این جاده تحصیل کردگی نیستیم، آدمانی که در این ساحه علمی کافی نداریم، ما نمیتوانیم که آن را درست یا نادرست بودنش را انیق کنیم و برای همین اینترنت این جای نیست که شما باید که دین را آموزید. مقصد همان است که اگر شما میخواهید که به پورگی به طور چقور دین را از خود کنید، شما نباید که این کار را در اینترنت کنید. هر باری که دست شما به سوی گناه دراز می شود، فکر کنید که اگر من هنگامی همین گناه را کردن خداوند جان مرا از تنم بگیرد، من با کدام حالت، با کدام رو به نزد پروردگار خود روبرو می ایستم. شما فکر کنید که نخواد که اینقدر عمری که شما دیدید به همین خاطر بود که امروز دستی به همین گناه بزنید. یعنی به خود بگویید که نخواد که من اینقدر 10 سال و 20 سال و 50 سال زندگی کردم که امروز به همین گناه دست زنم. اینقدر سال من زنده ماندم تا اینکه امروز به همین گناه دست زنم. فراموش نکنید که شیطان هر لحظه انتظار است و او هر یک ثانیه، هر یک وقتی مفید را از دست نمی‌دهد و کوشش میکند که ما و شما را گمراه ساخته باشد. و همه وقت دعاگو باشید، چه روز باشد چه شب باشد، دعاگو باشید تا خداوند همه ما را از شر شیطان، از شر شیطان لعین، از شر شیطان رانده شده در پناه خود نگاه داشته باشد. و هنگامی که دست دعا می بردارید، هنگامی که دعا می کنید، چه روز باشد چه شب باشد چه بعد از نماز باشد، حتما در حق برادران و خواهران نیز دعاگو باشید. زیرا وقتی که یک برادر در حق برادری دیگر دعا می کند، دعای قبول شدن این دعا احتمالیتی بیشتری دارد نظر به آنه که آن برادر در حق خودش دعا کند. و منظور از آنه که در حق برادران و خواهران دعا کنید آن نیست که تنها باید که در حق اعضای عائله، برادران و خواهران، آنها همانهایی هستند که امروز در سراسر دنیا سکونت دارند. برادر و خواهر برای ما و شما هر یک انسان، هر یک برادر مؤمن، هر یک خواهر مؤمن این برادر و خواهر ما است. برای همین وقتی که دست دعا می بردارید در حق همه برادران و خواهران دعاگو باشید.